من فکر میکنم اگر ما بتونیم برنامه پروژه رو به همین زودی تو فضاهایی مثل یوتیوب، مثل اینستاگرام، فضای عمومی ورود بدیم پروژه ها و نحوه خونه‌دار شدن رو معرفی بکنیم به همه که همه بتونن بدونن که خونه خریدن کار ساده نیست. خریدن خونه خودش یه پروژه است، تأمین مالیش یه پروژه است. برای که این موضوع فراهم بشه، امکانش مهیا بشه، باید تو فضای عمومی که بهتر میشه دید دوباره بگیریم. تا ما بتونیم تو اون فضای عمومی بتونیم به اصطلاح به همه کمک بکنیم که یاد بگیرن خرید خونه و خرید دوباره بگیریم، هیچ کاری نداره، شد دوباره بگیریم. ما بر اساس این میتونیم بهترین روش رو برای تامین خونه به دیگران یاد بدیم. یکی از کارهای مهمی که الان میشه انجام داد اینه که به مردم یاد بدیم، به دیگران یاد بدیم که کار بانکی چه شکلیه، یاد بدیم که خرید خونه از کجا شروع میشه، یاد بدیم که کجا تمام میشه، یاد بدیم چجوری منابعش رو تامین کنیم، یاد بدیم که از چه مسیری میشه اینا رو تامین کرد، چجوری میشه قرض گرفت، چجوری میشه وام داد، چجوری میشه مشارکت کرد، چجوری میشه درگیر این کار شد تا برسیم به نتیجه قابل قبول اجرایی. اگه این کار رو دنبال کنیم همه به سادگی میتونن صاحب خونه بشن. البته سادگی که میگم با زحمت، ولی خب با استفاده از شرکت‌ها، استفاده از بانک‌ها، کمک شهرداری، کمک دولت، یعنی این کمک‌ها میتونه همه یک پارچه بشه و اون یک پارچه شدنش ما رو اون نتیجه‌ای که میخوایم برسونه. یکی از کارهای مهمی که تو این زمینه میشه کرد معرفی‌های پروژه است. معرفی پروژه‌های مختلفی که ما میتونیم معین این پروژه ها میتونه توی سطح شهر مشهد باشه، تو دستگاهی مختلف باشه.